با سلام و درود خدمت همه دنبال کنندگان پادکست یک پله بالاتر. من یحیی علوی هستم. با یه اپیزود و برنامه دیگه مهمان شما عزیزان هستیم. یکی از کتاب‌هایی که من خیلی دوست داشتم در موردش یک کارگاه آموزشی یا یک کلاس بذارم و متاسفانه هنوز این وقت رو نداشتم، کتاب بسیار زیبای آقای دکتر کلود اشتاینر با عنوان Scripts We Live یا پیشنویس‌های زندگی ما بودش که بر مبنای مبحث Transactional Analysis یا TA یا تحلیل رفتار متقابل هست. من پیشنهاد میکنم که حتما این پادکست رو تا آخر گوش کنید، چون بسیار پادکست تاثیرگذاری خواهد بود توی زندگی شما. امروز یه مقاله جالبی رو معاون ترافیک تهران اعلام کرده بود که تهرانی ها روزانه 2300 سال از زندگیشون رو در ترافیک دارن هدر میدن. من به نظرم اگر ما یاد بگیریم که هنگام رانندگی هم توانایی هامون رو افزایش بدیم، فکر نمی کنم بحث هدر دادن باشه. مرسی از اینکه این پادکست رو دنبال میکنید و مرسی از اینکه به دوستان و خانوادتون اشتراک میذارید. من در ابتدا یک پیش درآمدی در مورد نویسنده این کتاب آقای دکتر کلود اشتاینر بدم. ایشون در فرانسه به دنیا اومدن در سال 1935 و بعد از اینکه دکترای خودشون رو در بحث مددکاری اجتماعی گرفتن، شروع به بحث روانکاوی کردن. علاقه‌ای که ایشون به آقای پروفسور اریک برن داشتن که مبحث TA یا همون تحلیل رفتار متقابل رو عنوان کرده بود، باعث شد که ایشون از فرانسه به امریکا بره و دنبال روی کارهای اریک برن بشه. ایشون یکی از معروفترین افراد توی موضوع TA یا همون تحلیل رفتار متقابل هستن. جوری که ایشون این کتاب رو می‌نویسه که یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های روانشناسی هم هست، در مورد اینه که ما به خاطر اتفاق‌هایی که توی زندگیمون افتاده در ذهن ناخودآگاهمون در دوران کودکی شروع می‌کنیم یک سری فیلمنامه‌ها و پیشنویس‌هایی رو شروع می‌کنیم به نوشتن که در آینده در بزرگسالی ما دقیقاً بر مبنای چنین فیلمنامه‌های زندگیمون رو پیش میبریم. من چرا این کتاب رو حداقل دوست داشتم؟ به خاطر این بودش که وقتی با این پیشنویس‌ها آشنا میشید متوجه میشید که شما فقط این شکلی فکر نمی‌کنید، این یک چیز کاملا جامع و عمومیه و وقتی این رو بدونیم و خودمون رو از اون حالت خاص بودن در بیاریم، اون وقت میتونیم دنبال راه حل‌های خیلی جالب و جذاب هم بگردیم. آقای اشتاینر خب مثل هر بحث روانشناسی از کودکی شروع میکنه و میگه که هر چقدر ما توی زندگی کودکیمون به اجبار، یه جمله قشنگی میگه پیشنویس‌های زندگی ما به اجبار و به صورت ناخودآگاه آموخته شده و ما مجبور میشیم تو زندگیمون اینها رو هی تکرار بکنیم. یعنی چی؟ مثلا اگر شما یک خانواده خیلی سختگیری رو داشتید، ناخودآگاه یک فیلمنامه و پیشنویسی رو در ذهن ناخودآگاهتون شکل دادید بر مبنای اینکه من کافی نیستم. و این تفکر never good enough باعث میشه که شما همیشه تو زندگیتون دنبال تایید دیگران باشید و دوچار عزت نفس پایین باشید و همیشه خودتون رو زیر سوال ببرید. یا برعکس، اگر تو خانواده‌ای بودی که همیشه تحت فشار بودی که باید بهترین باشی، تو پسر مثلا خانواده فلانی هستی، تو دختر خانواده فلانی هستی، تو باید پزشک بشی، تو باید اولین آدم موفق خانواده ما بشی، و اگر چنین فشاری بوده روی تو، قطعاً یکی از فیلمنامه هایی که تو داری توش بازی میکنی اینه که شاید واقعا هم تو زندگیت عالی باشی و به اون اهداف رسیده باشی، اما ایرادش اینجا میشه که با خودت خیلی حالت
بوچر و قصابانه رفتار میکنی. من یه اصطلاحی تو کلاسام میگم ممکنه برای دیگران خیلی مادر خوبی باشی ولی برای خودت نامادری میکنی. این افراد با خودشون بسیار بسیار خشن رفتار میکنن و اصلاً از خودشون مراقبت ندارن. یا برعکس اگر توی دوران کودکی نوازش های عاطفی توسط پدر مادر توسط اونها انجام نشده بودش، ممکنه در بزرگسالی تو ترس از ورود به رابطه های عاطفی داشته باشی. برای همین ترجیح میدی که شریک های عاطفی زودگذر و موقت رو بیشتر تجربه بکنی. توی ادامه این کتاب آقای کلود اشتاینر در مورد موضوع دیگه‌ای که صحبت میکنه اینه که با اینکه این پیشنویس‌ها و این سناریوها به ما خیلی ضرر میزنه، اما یک سری منفعت‌هایی هم داره که این منفعت‌ها باعث میشه که ما دنبال این نقش‌ها و سناریوها بریم و توی زندگیمون اونها رو اجرا کنیم. یکی از جالبترین مثلث‌هایی که در موردش صحبت میشه توی این کتاب مثلث خیلی معروف DDT هست که فرد توی اون مثلث یه نقش قربانی وجود داره، یه نقش جلاد وجود داره و یه نقش منجی وجود داره. به صورت مثال اگر بخوام عرض بکنم، اگر شما توی خانواده‌ای بودید و اونجا مثلا یک مادری داشتید که نقش قربانی رو بازی میکرده، همیشه میگفته که من توی این ازدواج بهم ظلم شده، من توی این زندگی بهم ظلم شده، توی اون مثلث یک آدم قربانی همیشه نیاز داره به نقش جلاد و توی این مثلث معمولاً میره دنبال ساختن اون جلاد که معمولاً مثلا پدر اون فرد میشه یا همسرش میشه یا یه کس دیگه‌ای اتفاق میفته. و توی مثلث معمولاً یک منجی هم میخوان که معمولاً کودک خردسال توی حتی دوران کودکیش باید این نقش منجیگری رو برای مثلا مادرش یا پدرش ایفا بکنه و اون رو تا آخر عمرش همراه خودش داره. ممکنه شما این آدم‌های قربانی و این آدم‌هایی که نقش قربانی رو دارند تو زندگیتون زیاد ببینید و همیشه سوال برای آدم‌ها اینجا پیش میاد که منفعت نقش قربانی چیه؟ اینکه آدم‌ها تو این نقش قربانی بمونن منفعتش چیه؟ و اگر یکم فکر کنید متوجه میشید که نقش قربانی همیشه دنبال ترحم، دنبال همدردی، دنبال توجه و منفعتی که دقیقاً آقای اشتاینر توی کتابش در موردش صحبت میکنه همین منفعت‌های خیلی متوهمانه است که واقعی نیستش و اون فرد برای اینکه این توجه رو بگیره مجبوره که نقش قربانی بودن خودش رو هر روز تشدید بکنه. اگر خود شما هم توی زندگی نقش قربانی رو بازی میکنید، منفعتش برای شما اینه که دنبال قوی تر شدن نمیرید، پشت نقاب این که من یه آدم ضعیفی هستم میمونید، ادعا میکنید که آدم بی قدرتی هستید، ادعا میکنید که نمیتونید شرایط رو تغییر بدید و از این نفع میبرید. یک جمله قشنگی رو داره دوباره توی فصل دوم توی این کتاب که میگه که ممکنه که نتیجه این پیشنویس ها منفی باشه، اما انقدر این قابل پیش بینیه بر اون فردی که میخواد این رو بازی بکنه و انقدر اغوا کننده میشه براش، برای همین این نقش ها رو توی زندگی ادامه میده. بعد از اون در مورد شخصیت های نمایشی توی این کتاب صحبت میکنه. یکی از چیزایی که من کتاب رو خوندم که خیلی به نظر من جالب بود این بود که اگر قرار باشه ما یه قول به خودمون بدیم اینه که اتفاقهای ناگوار و بد زندگیمون رو به بقیه نگیم، چون معمولا وقتی ما میخوایم اینها رو بازگو بکنیم مجبور میشیم اینها رو نمایشی طور ارائه بکنیم، مجبور میشیم شاخ و برگ های بیشتری به اینها بدیم و هر چقدر اینها رو بیشتر تکرار کنیم مجبوریم داستان هامون رو خیلی دراماتیک تر و هندی تر ارائه بدیم و تو اون داستان ها ما خودمون رو خیلی قربانی بزرگتری رو نشون بدیم و در نهایت
میخوایم نشون بدیم که توی این داستانها این که من آدم ضعیفی هستم، لطفاً به من توجه کنید و خیلی دنبال این هستیم که این زندگی رو به صورت بدترین ورژنش به بقیه نشون بدیم و وقتی این کار رو زیاد تکرار میکنیم ناخودآگاه ما شروع میکنه باور کردن این جملات و در نتیجه واقعا فکر میکنیم که توی زندگیمون خیلی خیلی نقش قربانی رو داریم ایفا میکنیم. در ادامه کتاب آقای کلود اشتاینر به این موضوع میپردازه که یا ما میتونیم پیشنویس‌های زندگی رو که برای ما توی کودکی نوشته شده اونها رو توی بزرگسالی هم ادامه بدیم، یا باید تصمیم بگیریم که این نقش‌ها رو پاره بکنیم و با عقل و منطق خودمون در دوران بلوغ سناریوها و زندگی‌های خودمون رو بنویسیم. مثال میگم، حالا من در انتهای این نقش هایی که بازی میکنیم و پیشنویس ها رو توضیح میدم. یکی از این نقش هایی که ممکنه همه ما بازی کنیم نقش این که من یه آدم تنهایی هستم باشه. این تو همه جای دنیا یکی از رایج ترین نقش ها هست که هیچکی منو دوست نداره، من آدم تنهایی هستم. اگر برگردیم دوباره به فصل 2 میبینیم که منفعتی که برای اون فرد داره که این نقش رو داره بازی میکنه اینه که خب من دنبال رشد، دنبال ایجاد ارتباط، دنبال توانایی های ارتباطی نمیگردم و با همین لقب کل زندگیم رو میخوام ادامه بدم. پس واقعیت اینه که ما میتونیم با خودآگاهی، با افزایش توانایی تو هر موضوعی که توش فکر میکنیم غرق شدیم باش روبرو بشیم و به کمک کوچ و مربی و روانکاو بتونیم با اینها مقابله بکنیم. در ادامه این کتاب آقای اشنایدر در مورد این صحبت میکنه که ما معمولاً برای ارضای نیازهامون به خودمون شروع میکنیم دروغ گفتن و رویکردمون یک رویکرد غیر صادقانه میشه. مثلا اگر کسی به ما بگه که خب اگر تو شغلی هستی که راضی نیستی، انقدر رئیست بده، چرا اون شرکت رو ول نمی کنی؟ مگه نمیگی که مقصر اونه؟ و جوابها معمولا به این شکله که حالا تو کتابش میگه بله ولی، همیشه فرمولشون اینجوریه. آره میتونم هر موقعی بخوام ول کنم، اما خب دلم نمیاد الان ول کنم بعد 5 سال 6 سال. اگر واقعا رابطه عاطفیت انقدر رابطه بدیه، سوال اینجاست چرا رابطتو ترک نمی کنی؟ اگر واقعا فکر میکنی درآمدت پایینه، چرا توانایی هات رو بیشتر نمی کنی؟ معمولا جواب آدم اینه که آره میتونم ولی نمیرسم، حال ندارم، نمیدونم از کجا شروع بکنم، که میدونیم همه اینا بیشتر بهونه است. توی فصل 6 این کتاب در مورد واژه‌ای صحبت میکنه به اسم The Economy of Intimacy و در مورد اهمیت نوازش برای انسان‌ها صحبت میکنه. آقای اشنایدر همونجور که تحقیقات آقای برن نشون داد این بود که انسان مخصوصا در دوران کودکی همون قدر به نوازش نیاز داره که به اکسیژن و هوا نیاز داره و توی تحقیقاتی که انجام داده بودن کودکانی که فقط در موقع کودکی به اونها غذا داده میشد و نوازش داده نمیشد بعد از چند ماه فوت میکردن. این در حیوانات هم دقیقاً به همین شکل بوده. انسان وقتی که بزرگ میشه نوازشش به 2 مدل تغییر میکنه. یکیش قطعاً تایید شدن توسط آدم‌هایی که براش مهم هستن محسوب میشه. حالا این ممکنه توی سنی پدر مادر باشن، توی سنی میشه مدرسه، توی سنی میشه توی اجتماع و شغل و دانشگاه و غیر و ذالک. اما نوازش دیگه‌ای که ما همیشه دنبالش هستیم نوازش فیزیکی هست که باید واقعا دنبال نوازش فیزیکی باشیم و اگر متاسفانه ما نوازش نگیریم و معمولا چالش ما آقایون توی این قضیه است که فکر میکنیم قوی بودن به معنای نداشتن ضعف هستش و ادعا میکنیم که نه من مردم، مرد باید مثل کوه باشه و این اشتباهه. ما باید بتونیم نوازش های سالم از توسط همسرانمون، توسط بچه هامون، توسط پدر مادر هامون دریافت بکنیم. یک تحقیق جالبی توی این کتاب نبود، البته توی کتاب ملت دوپامین بود که تحقیق کرده بودن روی موشها
و موش‌ها رو به دو گروه تقسیم کرده بودن. یک گروه از موش‌ها که توی یکی از ظرف‌های آب توش هروئین و کوکائین تزریق میکنن و میزان دوپامینی که توی مغز موشا ترشح میشده بیشتر از 1.5 برابر سطح عادی انتقال پیدا میکرده، بیشتر از 1.5 برابر سطح عادی میشده و توی یکی از آبها بدون هیچ تزریق حالا دوپامین مصنوعی مثل کوکائین یا هروئین بوده. چیزی که متوجه شدن اینه که موش‌هایی که تو داخل آبشون کوکائین و هروئین بوده مشتاق بودن که این آب رو به صورت خیلی زیاد بخورن و تکرار بکنن، در حالی که برای موش‌هایی که آب به صورت طبیعی بوده می‌دیدن که آب کمتر می‌خورن و حتی ممکن بوده نارسایی کلیه بگیرن و بمیرن. یکی از بحثایی که زیاد در موردش صحبت میشه اینه که ما باید از کاری که میکنیم لذت ببریم. آیا این لذت صرفاً اینه که توی کارمون کوکائین یا هروئین بزنیم؟ نه، قطعاً این نیست. ما باید یاد بگیریم تو کارمون موفق بشیم که اون موفقیت باعث دوپامین بشه. توی کتاب دوپامین نیشن دوباره در مورد این صحبت میکنن که به موش‌هایی که آب عادی میدادن حالا یه کار جالبی رو کردن، اومدن اونها رو داخل یه باکسی قرار دادن و اون باکسشون رو تبدیل کردن، اون جعبهشون رو تبدیل کردن به یه پارک که توش اتفاقهای جذابی میافتاد و دیدن که اون موشها بیشتر از حتی موشهای گروه اول که توی آبشون تزریق دوپامین مصنوعی بوده نیاز به آب داشتن و آب بیشتر میل میکردن. من همیشه میگم که تو 20 سالگی آدم فکر میکنن هدف مهمه، تو 30 سالگی متوجه میشن چه جوری به اون هدف برسن اهمیت پیدا میکنه و توی 40 سالگی تازه متوجه میشن که همسفرشون توی این مسیر کی باشه از همه مهمتره. من اعتقادم اینه که ما نیاز به نوازش داریم و این نوازش رو ما میتونیم از محیطمون به صورت سطحی تر دریافت بکنیم تا دنبال دریافت نوازش به صورت بدترین حالت تو زندگیمون نریم. اما بیاییم آخر در مورد مدل‌های مختلف پیشنویس‌ها و فیلمنامه‌هایی که برامون نوشته شده و ما اونها رو داریم زندگی می‌کنیم صحبت کنیم. برای اینکه واقعا ببینید کدوم یک از این پیشنویس‌ها رو دارید، ممکنه چند تاشو داشته باشید، بشینید به زندگیتون فکر کنید، بشینید افکارتون رو بنویسید و متوجه میشید که همه ما درگیر حداقل یکی از این سناریوها هستیم. خب اولین سناریو و پیشنویس یکی از پیشنویس‌هایی بود که در موردش صحبت کردیم، اینکه شما اعتقاد دارید که کافی نیستید. همیشه فکر میکنید که اگر تنها باشید کافی نیستید، همیشه فکر میکنید که تواناییتون کافی نیست، همیشه دنبال این هستید که ایدئال گرایی، البته فرق میکنه با اون که بهتر شدن، همیشه تفکر ایدئال گرایی دارید، همیشه میگید که خودتون خیلی به جد سرزنش میکنید، به جد به خودتون شک میکنید، حتی تصمیم‌های درستتون رو هم انجام نمیدید، دنبال تایید دیگران هستید و ترس از شکست خیلی خیلی بالایی رو دارید. گروه دوم گروه قربانی‌ها بودن که در موردشون صحبت کردیم که اینها همیشه دنبال این هستن که خودشون رو ضعیف نشون بدن، دنبال این هستن که آدما بهشون کمک بکنن و متاسفانه جذب آدم‌هایی میشن که ازشون سوء استفاده زیاد میکنن و دنبال یک منجی میگردن که همه مشکلاتشون رو حل بکنه، دنبال مثلا یک همسری میگردن که همه اتفاقای بدشون رو حل بکنه، یا دنبال یه محیط کاری میگردن که همه نارسایی‌های خودشون رو توی توانایی کاری حل بکنه. گروه سوم گروهی هستن که بهشون میگیم قهرمان‌ها، ملک مطیع‌ها و تختی‌ها، اینایی که فکر میکنن وظیفه‌شون اینه که مشکلات بقیه آدم‌ها رو باید حل بکنن. چالش این آدم‌های معمولاً تو این هستش که خودشون رو فراموش میکنن و اون قدردانی که واقعاً دنبالش هستن و هیچ وقت نمیتونن به دست بیارن. در نتیجه این آدم‌ها دچار انزوا میشن، دچار افسردگی میشن و شروع میکنن از جامعه متنفر شدن. گروه بعدی و سناریوی بعدی که ما برای خودمون می‌نویسیم تنهاییه.
و هر چقدر شاید سنتون بره بالاتر این ترس توتون ممکنه بیشتر بشه. هر جایی که تنها باشی این ترس خیلی تشدید میشه، ممکنه خیلی از کارها رو انجام بدی که بعداً پشیمون شدی، ولی دلیلش این بوده که ترس از تنهایی رود غلبه کرده. این افراد به خاطر اینکه همیشه ترس دارن که در نهایت تنها بمونن نمیتونن روابط عمیقی رو ایجاد بکنن و توی ساختن روابط سالم و پایدار معمولاً خیلی مشکل دارن. گروه بعدی که اونها رو هم تو جامعهمون زیاد میبینیم گروهی هستن که فکر میکنن باید همیشه برنده باشن. اینها موفق بودن در زندگی براشون خیلی مهمه و شعارشون اینه که موفقیت به هر قیمتی باید به دست بیاریم. ایرادش اینه که اینا تو زندگی معمولاً از خودشون و سلامت جسم و روانشون میگذرن. روابطشون روابط خیلی ضعیفی خواهد بود با خانواده، فرزند و همسر و در نهایت آدم‌های موفق تنهایی رو میشن. سناریوی بعدی که ممکنه برای ما نوشته شده باشه در کودکی و ما امروز دنبالش هستیم برعکس گروه پنجم، بازنده ها. کسانی که فکر میکنن که نافشون رو با مشکلات گره زدن، کسانی که فکر میکنن که همیشه بختشون سیاه بوده، اینا همیشه فکر میکنن که زندگی روی بد سکش رو به اونها نشون داده و باعث میشه که اینها همیشه ریسک پذیری خیلی ضعیفی داشته باشن، معمولاً تغییر نمیکنن با اینکه حس میکنن خیلی بدبختن و موفقیت دیگران رو معمولاً خیلی شانسی میدونن و هیچ وقت دنبال این نمیرن که آقا بقیه اگر موفق شدن بر چه مبنایی بوده. گروه هفتم گروهی هستن که کلاً دنبال اینن که میگن آقا اصلا کلاً هیچ برنده‌ای وجود نداره، همه بدبختن. خودشون اینجوری سعی میکنن آروم کنن که آدمای پول دارن کلی بدبختی دارن. ما یکی رو میشناسیم میلیاردره ولی بچهش مریضه، در حالی که آدم فقیرم ممکنه که درگیر بیماری باشه. اینا دنبال معمولا رشد دوباره نمیرن، میگن اگه دلار گرون شد اشکال نداره، ما هم همون کاریو میکنیم که بقیه میکنن و همیشه بحثشون اینه آقا ما مثل بقیه چیکار میکنن، ما هم همون کارو میکنیم و معمولاً در نهایت هم به این میرسن که در دنیا هیچ عدالتی وجود نداره. و گروه آخر که متاسفانه من شاید تو نسل جدید هم زیادتر میبینم نشونه هاش رو و علامتش رو، آدمایی که سعی میکنن خودشونو بیخیال نشون بدن. توی کتاب بهشون میگن که گروه وای بادر. چرا تلاش کنیم؟ حالا این همه تلاش کنیم موفق شیم که چی بشه؟ حالا بریم باشگاه که چی بشه؟ سلامتی رو دنبالش باشیم که تش بمیریم که مورچه ها ما رو بخورن. اینا دقیقاً سعی میکنن خودشونو بی‌درد نشون بدن، سعی میکنن که نشون بدن هیچ انگیزه‌ای برای زندگی ندارن و خیلی سعی میکنن که در حال فقط زندگی کنن و بعدیش اینه که تو حال بد زندگی میکنن، یعنی حالی زندگی میکنن که به آینده خودشون آسیب خیلی زیادی میزنه و بزرگترین ایرادشون هم اینه که منفعتشون دقیقا اینه که چون تلاش نمی‌کنن مجبورن چنین نقشی رو انتخاب بکنن. کتاب کلود اشتاینر کتاب بسیار بسیار زیباییه. من سعی کردم که فقط خلاصه ای از این کتاب رو بهتون بگم تا آشنا بشید با این شاهکار ادبی آقای کلود اشتاینر و ازتون خواهش میکنم که خودآگاهیتون رو بیشتر کنید تا بتونید احساسات بهتری رو در زندگیتون تجربه کنید. ممنون از شمایی که به فکر رشد خودتون هستید. تا دیداری دیگر، بدرود.